عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. تصحیح رایتینگ خانم المیرا. یه رایتینگ توی کتاب فکر میکنم 18 اومده. این سال یه مقداری نکته زیاد داره. ببینید در واقع اومده از سال 1970 تا 2020 در مورد جمعیت صحبت کرده و گفته که یه سری پیش بینی ها در مورد 2030 و 2040. این یه مقدار با فیوچر المنت های دیگه تفاوت داره. چه تفاوتی؟ اون در واقع دیتایی که اومده نسبت برای امروز نیست، برای سال 2020 که در گذشته است. اینجا در گذشته است، اینا در آینده است. من باید روی این مقادیر یه مقداری دقت بکنم. مثلا من میومدم میگفتم که تا اینجا مثلا 2020 از اینجا بعد میام چیکار میکنم؟ از present perfect استفاده میکنم. کلا نرم به این شکل بود که میام از present perfect استفاده میکنم، ولی اینجا باید برم توی حالت past perfect. چرا؟ چون من دارم در مورد قبل از 2020 صحبت میکنم و این خود 2020 باز خودش توی پسته، پس میشه past perfect. یه مقداری گرامر های این سوال نیاز به دقت داره. The line graph presents the percentage of urban citizens in the Philippines. Philippines the داره. معمولا کشورهایی که آخرش اس جمع داره یه they داره. Malaysia, Thailand and Indonesia from 1970 to 2020 as well as. چرا as well as؟ من نمیدونم چرا از well as استفاده کردید. آیا میخواستید اهمیت این دیتا رو نسبت به این دیتا نسبت به بعد از well as ببرید بالا؟ چرا با همون end نیاوردید؟ اصلا نیاز نیست از well as استفاده کنید. یه مقداری حتی برداشت شخصی هم میشه در نظر گرفته بشه در حالت سختگیرانه. Overall, it is clear that all four countries will reach a higher number. will نداریم توی فیچر المنت های در واقع ترند. چرا؟ چون اینجا پردیکشنه. اینجا طبق خود چیزی که تو صورت سوال گفته پردیکشنه. پس will که 100% هست با پردیکشنی که معلوم نیست چند درصده نمیخونه با هم. بعد اینجا چرا 2040 نوشتید؟ چرا then 970 نوشتید؟ 1970 ننوشتید؟ بعدش باید بنویسید in comparison with 1970. In addition, people حالا from Malaysia بهتره people of Malaysia will probably have the highest number although in contrast. حالا although نمیدونم چرا با in contrast اومده اولا. بعدش وقتی although وسط جمله میاد بعدش کامون نمیخواد. وقتی این کانترست میاد قبلش چی میخواد؟ قبلش سمیکالن میخواد. یعنی یه جورایی قاطی پاتی شده اینجا. هم این کانترست اضافه است یا حالا مثلا آلدوه. بعدش هم نمیگیم یک کشوری کنتین داره جمعیت رو، یعنی نمیخونه، یعنی کلمه درستی نیستش. پاپولیشن معمولا با فعل بی میاد برای هر کشوری، با از مثلا. By 1980. خب بریم در مورد کی دارین صحبت میکنید؟ یعنی اینجا در مورد اینجا میخواین صحبت بکنید. من حالا یه دونه جدید باز کردم که هی بالا پایین نرم. چرا در مورد اینو صحبت نکردید؟ بریم ببینیم چی گفتید در مورد قبلش. گفتین جمعیت مالزی رفته بالا به بالاتر از 40% و بعد از یک شورتفال. بریم مالزی ببینیم مثلا شورتفال داشته. این رفته بالا، 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 این رفته بالا. این فال نیستش. این در واقع از نرخ افزایش قبلی کمتره ولی در هر صورت اینجا داره افزایش پیدا میکنه. یعنی اینجا اولین جایی که دیتای رانگ دارید ارائه میدید. پس اینجا یک در واقع تسک اچیومنت ارور براتون در نظر گرفته میشه. Their number rose again. Their number. چرا their number؟ من در واقع اسم جمعی قبلش نمیبینم که
there اومده باشه اینجا. And it can be seen that their population will have become almost over 80%. معمولا توی این فیچر element ها شما کاری که باید بکنید اینه که بیاین چی کار بکنید. من همین رایتینگ رو خودم نوشتم. من توی این حالت توی این اندونزیا و توی مالزی، اندونزی و مالزی خیلی شبیه همن این دوتا. این دوتا اصلا داد میزنن که باید توی یه وادی با هم نوشته بشن. این دقیق 90% شبیه همن این دوتا، خیلی شبیه همن. نگاه کنید فقط این اولش شیبش زیاد بوده بعد یکم کم شده بعد ادامه، این اولش یکم زیاد کم بوده بعد زیاد شده. یعنی همینش فقط فرق داره، بقیه همه عین همه. شما کاری که توی فیوچر ترند ها باید بکنید تا جایی که بهتون گفته رو باید بنویسید. یعنی این نقطه رو شروع میکنید تا اینجا مینویسید و از این به بعد هم اضافهش رو مینویسید. یعنی این که من بیام اینجا رو بگم بعد یهو بپرم اینجا رو بگم، اصلا در واقع مین فیچرز رو من گزارش نکردم. بعد اومدید رفتید توی اندونزی the population had a slight increase by، یه دفعه رفتید 2000 رو گفتید which is nearly 30%. and after that till غیر رسمیه، توی یک نوشته آکادمیک به درد نمیخوره، همون until، دو تا till اینجا استفاده کردید. It is predicted that they will experience more rapid growth, therefore they may reach، may is said to be، نمیدونم probably، نمیدونم، ولی اینا خیلی به درد نمیخوره برای تسک وان. It is predicted، it is estimated، it is expected. 3-4 تا 5 forecast، 4-5 تا اسم و فعل دارید که میتونید استفاده کنید برای اینها. The Philippines، ببینید برای فیلیپین چقدر کم توضیح دادید. گفتید fluctuation داشته تا 1970، از 1970. اینجا در واقع punctuationش رو هم نذاشتید. But as we can see from 2010 to 2040 there is a slight growth. خب پس اینجا نگاه کنید، دو تا کاما نذاشتید. بعدش هم 2010 گذشته است، 2040 آینده است. اینجا ایز نمیدونم به گذشته برم، به حال برم، به آینده برم. یه مقداری باید درست دسته‌بندی بکنید. In Thailand we can see a gradual rise from 1970 to 1990 which gets to nearly 30%. این ویچه به چی داره برمیگرده؟ این پاپولیشن دیگه. In Thailand we can gradual rise from، gradual rise in چی؟ این پاپولیشن. خب اینجا در واقع این ریفرنسینگتون مشکل داره. من بذارید بند اسکریپتر رو باید باز بکنم براتون تا توضیحات بیشتر رو اونجا خدمتون بدم. وقتی که ریفرنسینگتون مشکل داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ may not always use، یک دونه اشتباه بکنید فقط به خاطر این alwaysی که اینجا وجود داره سیسیتون میشه حد اکثر 6 تا، این که حالا ممکنه کمترم بشه. but after that there is a steady، باز دقیقاً این is زمان اشتباهه. تا 2020 till دارید باز استفاده میکنید، اینجا till دارید استفاده میکنید، اینجا دارید از 1990 استفاده میکنید. اینجا باید گرامرتون گذشته کامل یا past perfect باشه، نه is. باز گفتید there is a considerable، there would be، حالا would be نه، it is expected. موارد رو بهتون گفتم. در واقع برای اولین سوالی که برای من فرستادید متاسفانه سوال خیلی خیلی سخت و بدی رو انتخاب کردید. در مورد تاسک اچیومنت آیا اصلا موفق بودید که بیاین چی کار بکنید؟ بیاین کی فیچرز رو ارائه بدید. اولا بریم ببینیم دیگه چیا دارید. اینجا اوورویوتون یه سری چیزا گفتید، higher number in addition. حالا من کاری ندارم، اوورویو داشتین که اوورویوتون بد نبود، اوورویو
خوبی بود، فقط یه مقداری حالا هش داشت توش. مشکلی نداره از این جهت، از لحاظ اوورویو هم مشکل نداریم، ولی به نظر من تسک اچیومنتتون قطعا نمره 7 رو نخواهد گرفت. تازه اینجا توی نمره 6 هم گفته presents and adequately highlight key features. حالا بولت پوینت برای تسک وان جنرال هست. اینجا رو adequately من نمیبینم حتی، یعنی ممکنه اینجا بره توی نمره 5 قرار بگیره. به نظر من تسک اچیومنتتون با خوشبینی نمره 6 رو میگیره و بیشتر به سمت 5 هست. کوهرنس کوشن رو بهتون گفتم نمره 6. نمره لکسیکال ریسورسز و نمره گراماتیکال رنج هم متاسفانه لکسیکال ریسورسز خب از کلمات و کالوکیشن های زیادی به اشتباه استفاده کرد، این بیشتر از نمره 6 نخواهد شد. گرامرتون هم حد اکثر با خوشبینی نمره 6 خواهد شد، اگر نه خیلی جاها باز ایراد داشتین و نمره 5. این تعداد گرامرهای اشتباهتون خیلی زیاد بود. در نهایت نمره این رایتینگ شما به احتمال حدود 80-90% 5.5 به احتمال 10% نمره 6 خواهد بود. سطح زبانی که من از شما دارم میبینم، امیدوارم بتونید نمره بالاتری رو توی تصحیحات آینده و در امتحانتون کسب بکنید. اگر سوالی بود بنده در خدمتتون هستم.